برخی از سازنده‌ها اصلا اعتقادی به حصار حفاظتی کارگاهی ندارن و با 2 تا گونی کارو جمع میکنن. بعضی یکم خلاق‌ترن، از داربست هم استفاده میکنن به اضافه گونی. بیشتر کارگاه ساختمانی هم از این ورق‌ها استفاده میکنن که قابل قبول‌تره باز. و بعضی از سازنده‌ها مثل شرکت ساختمانی ایوان خوش سلیقه‌ان و کارگاهشون رو با همچین حصار زیبایی محصول میکنن. و اما حصار کارگاه یه سری نکات داره که با هم مرورش میکنه. یک کارگاه ساختمانی خوب باید طوری محصول بشه که از ورود افراد متفرق و غیر محصول به داخل جلوگیری بشه. یکی از نکات حصار حفاظتی کارگاهی باید تابلوهای هشداردهنده روش نصب بشه به طوری که در شب و روز به طور واضح قابل دید باشه. طبق مبحث 12 و ماده 10 آیین‌نامه حفاظتی کارگاه ساختمانی، حداقل ارتفاع حصار حفاظتی کارگاه 1.90 و باید حداکثر در فواصل 2 متر دارای پایه‌های قائم باشند. این پایه‌های قائم باید تو فونداسیونی به عمق حداقل 30 سانتی‌متر اجرا بشه. بهتره که در ارتفاع حصار حفاظتی کارگاهی تیرک‌های افقی نصب بشه که حداقل باید 3 ردیف باشه. حالا اینجا یه ردیف اجرا شده اشکال نداره. لبای حصار حفاظتی کارگاهی نباید تیز و برنده باشن که افرادی که در رفت آمدن آسیب نبینن. شرکت ساختمانی ایوان با مدیریت مهندس فنایی همینطور که از تجهیز کارگاه خوبشون مشخصه برای پروژه‌شون اهمیت زیادی قائلن. پیجشون رو تو کپشن میذاریم، فالوش کنید و بیشتر باهاش آشنا بشید.